از قدم قربان هست یا اینکه از آن شما؟ کو شما تا چند زنده میشید بعد این سوالا رو در پیش هم میدادین. از شما اجازت پرسیده است؟ نه خاتم سوز گپ زدگی نیست. در همون توی خیرگی کرد امی سودا من خوندم در اونجا. قدم قربان ایرا ملکه گفته ها؟ بعد میدونم این تا در باره ما خسور میشه بابا و صنعت خور میگه دیگه نمیحافظه اینا اومده همش. من قدم قربان ندیدم سوز. میدونم که سرچشمه. دید گوش که چی میگم. پدر نالت گو با مرا در افیر میبریم. اوتام با اوچما میخوندم این سرودا از پیشیاد داشتم ادک تکشتی بوده او دلش گرفت سیاه باد بخرا میگفته آوازی سفر من میگم اگه جوش کرد آوازی سفر نگو 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 زبید تو رای انا گوش که کیما مومت چی میگم اوهو راگشتا شبی همچین که آوازی خشم نگو 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 زبید تو رای اوهو خوشا شبی نگاه شبی رفتار شبی آدمگری شبی. السلام علیکم دوستان عزیز مخلصان گرامی قدر. حاضر ما در مهمانی استاد عزیز سراینده خلقی جمهوری تاجیکستان محمد سفر مراد حضور داریم. استاد عزیز حاضر ما یک دو سوال این را میدهیم که یک سرود است ملکه کشتی باباتا، آیا اصلی ان همین سرود با قلم کی نوشته شده است؟ استاد عزیز آیا انا همین سرودی ملکه کشتی باباتا از قدم قربان هست یا اینکه از آن شما؟ ما اصلی انا همین سرود را باید که بفهمیم. بفهمید که این سرود تولدش سال 75 من روی قلم آوردمش. ای موسیقی پدرم پرسیدم که انا خیلی اوتام با اوچما میخوندم این سرودا. با اوچتونه؟ با طرزی گرغالی میخوند. وقتی که ای سفر که می اومد دو میدویدن پیش می اومدن میگفتن که بابا جون انا خود توقعی وقتی مامان اومدی. بعد میگو جونی به مامان در کار نیست. انا اوچم 90 جود بدم چین هیچ وقت من ندیدم زنک فیروز کنه. اوچم ادخته میگفت. ادخته؟ هوا نیکی امی سرود سال 75 انا گفتم بیو برای همی سخنهای نیکی ادخته ما باید اونم پدر نالت گو با مرا در افیر میبریم گفتم دریگه میزد. بعد گفتم که ادخته کشتی باباتا صدقه شیدم چولوتا تیلا و تنگریزم ای سر تا باباتا بالای قرین دمیتم اسبی سیاه باباتا اسبی سیاه داشتم. اسبی سیاه داشت؟ اسبی سیاه در حقیقت داشتی نه؟ در حقیقت 4 تا اسب داشتیم بزی بودتم. اسبی سیاه باباتا انا قمشینش نو سر میشوه سرخی زده لباتا شونه زده زلفاتا مایده بافتی موهاتا ما دیدم گشتناتا امو قدی زیباتا پوشی جکرتواتا چکنک ها زیباتا توفیلو بچینی پوتا پوچه با پشتی پوتا نگاه کدی باباتا ادخته کشتی باباتا او دلش گرفت سیاه باد بخرا میگفته دیگه جای کشتن نمیفتی که برای میگی تری اون تری بایدش میگفت. بعدن سالای سرم جورا رای گلی انورای آوازی سفر من میگم اگه جوش کرد آوازی سفر نگو 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 زبید تو رای جانان سنم زبی کنورای اصلی وطن شب بپرسه یک جای یا ایاخسوی بلو های ای شگنو یا که ای فرخورای انا ادخته کشتی باباتا صدقه شیدم چولوتا تیلا و تنگریزم ای سر تو بپوتا بلو خرینده دادم اسبی سیاه باباتا. استاد عزیز آیا قدم قربان از شما اجازت پرسیده است همین سرودها روی نوار برآورده است؟ مرا امون خاتم سوز گپ زدگی نیست. گپ زدگی نیست؟ گپ زدگی امی یک بار در یک توی ما دیدمش انا در همون توی خیرگی کرد امی سرودا من خوندم در همونجا خوندم انا بعد اینمی نزدیکی نمی جا رپتیس اومدیم نمی دیدمش یک موسیقی اومد دیدمش دیگه هیچ گپ نزد. من خاطر گپ بسیار دارم انا دیگه نمی قدر دیدمش. من قدر قربان ندیدم سوز میدونم که سرچشمه تمام امی خشم انا قدرش میدونم. من برای این سرود خیلی مهنت کردم که این شعر چی لگیه یا خیلی توی دمی خونمش 50 بار میگردونم که امی اصل شب خون اصلی همین سرود این اصل شب خون اصلی همین سرود
ایجا ملیکه نیست، ایجا ادخته کشتی بابا تا ای قدم قربان ایرا ملیکه گفته ها؟ ملیکه در خونه شما کواتی نه؟ وای سنگ تو دای می نوشی مرا گرفت دیگه بودم چه زنده شید من خداش هم میدونم بعد میدونم این تا در بوری هم خسور میشه بابا و صنعت خور میگه دیگه نمی حافظ اینا اومده همش. استاد عزیز ما میخواهیم که بحر مخلصان عزیز همین سرود ملیکه کشتی بابا تا اصلی واقعی همین سرود را بحر مخلصان سرایه. حوالی بهار لال زارم باشد حوالی بهار لال زارم باشد در دامنی که چکری و تارم باشد زیبا صنما همراه ما گل چینده آن روز شاکر باران باشد آن روز شاکر باران باشد که شما تا چند زنده میشید بعد این سوالا رو در پیش هم میدادین. کمپیر اوچای ما 114 سال عمر دید. امروز نهم سپتامبر روزی گذشتن شد. روزی تولدش ده بندگی کرد کمپیر. نکی او رفته امی سرودی ادخته کشتی بوده بامو رمان. یه در فصل بهار گل گیا ریشک نده هر کس کی به این ملکای دنده شک ند ای مردی فلخان تو بخوان فلکی خوب ای مردی فلخان تو بخوان فلکی خوب به در قلبی وجودی دیگر شک ند در قلبی وجودی دیگر شک نده حوالی بهار لال زاران باشد در دامنی که چکری و تاران باشد جان زیبا صنما همراه ما گل چینده آن روز شاکر باران باشد بابا جان کجا ده اومدی؟ آخه خونه ده اومدم قریب در پیش محمد رسیدم کو خودت اومده محمد کو جونی بی محمد در ما در کار نیست انا گوش که من محمد چی میگم ادخته کشتی باباتا صد خشیدم چلاتا ادخته کشتی باباتا صد خشیدم چلاتا تیلا و تنگریزم ایم سرتا بپاتا بالا خلیند میتم اسبی سیای باباتا خمچین که سرخی زده لباتا شونه زده زلفاتا مایده بوتی موهاتا مدیدم گشتناتا امو خدی زباتا پوشیده کرتاتا چکانکو زباتا تفلو بچه نیپوتا پوچه با پشتی پوتا نگاه کدای بوبوتا ادخته کشتی بوبوتا رفتم بسرا پشت منم مار گزید آوازه ما به ملک بغداد رسید در بغداد بگو که چند کسم مار گزیده او ماری گزنده را دیگر مار گزید گوش که چی میگم ادخته کشتی باباتا صد خشیدم چلاتا تیلاک و تنگریزم ای سر تا بپاتا بالا خلیده میتم اسبی سیای باباتا سالای سرم جوره پرگلی انارای آوازی خشم نگو زیبید تارای جانان سنم ملکش فرخارای اوه خوشا شوی نگاه شوی رفتار شوی آدمگری شوی انا نکی ادخته کشتای باباتا صد خشیدم چلاتا تیلا و تنگریزم ای سر تا بپاتا بالای خلیندم ایتم اسبی سیای باباتا سرخی زده لباتا شونه زده زلفاتا مایده بوتی موهاتا مدیدم گشتناتا امو خدی زباتا پوشیده کرتاتا چکانکو زباتا پاچه با پشتی پاتا
پاتا توفلو بچینی پاتا اوهو را گشتن شبی عدفتا کشتی باباتا یاره بخشی همت میبخشم ای مخلصا جورای جانم حیاتا بخشی همت میبخشم ما امروز حیاتا ایاره انا اساس اینطوریه. در سامانه یوتیوب با کانال اوریو پرو обуна шавед ва аз видеои нав бохабар бошед.